برتری دریایی همیشه یکی از مهمترین ستون‌های قدرت آمریکا بوده. از دهه‌ها قبل نیروی دریایی آمریکا با ناوهای هواپیمابر، زیردریایی‌های هسته‌ای و ناوشکن‌های پیشرفته یکی از قدرتمندترین نیروهای دریایی جهان محسوب می‌شده. اما حالا یک رقیب بزرگ در حال نزدیک شدنه: چین. به همین دلیل آمریکا یک برنامه عظیم به ارزش حدود 1.6 تریلیون دلار رو آغاز کرده تا ناوگان دریایی خودش رو از نو بسازه. اسم این برنامه رو گذاشتن بتل فورس 2045. طرحی که قرار صدها کشتی جنگی جدید، هزاران سامانه پرتاب موشک و زیرساخت‌های مدرن کشتی‌سازی رو وارد نیروی دریایی آمریکا کنه. اما سوال اصلی اینجاست: آیا آمریکا میتونه قبل از اینکه چین فاصله رو کاملا کاهش بده، ناوگان خودش رو دوباره قدرتمند کنه؟ برای فهمیدن این موضوع باید به سال 2016 برگردیم. در اون زمان نیروی دریایی آمریکا هنوز یک قدرت بی‌رقیب بود. این کشور 11 ناو هواپیمابر هسته‌ای، قدرتمندترین ناوگان زیردریایی موشکی جهان و یکی از با تجربه ترین ناوگان‌های ناوشکن رو در اختیار داشت. صدها هزار ملوان آموزش دیده این ماشین عظیم نظامی رو اداره می‌کردند. اما پشت این ظاهر قدرتمند یک مشکل جدی وجود داشت. زیرساخت‌های نیروی دریایی آمریکا آرام آرام در حال فرسوده شدن بودند. سالها تمرکز روی جنگ‌های زمینی در خاورمیانه، کاهش بودجه‌های نظامی و ضعیف شدن صنعت کشتی‌سازی باعث شد تعداد کشتی‌های جنگی آمریکا کاهش پیدا کنه. تا سال 2016 تعداد کشتی‌های جنگی آمریکا به حدود 274 فروند رسید. کمترین میزان از زمان جنگ جهانی اول. در همین زمان چین با سرعت بسیار زیادی شروع به ساخت کشتی‌های جدید کرد. از نظر تعداد ناوهای جنگی، چین حتی تونست از آمریکا عبور کنه و هر سال چندین برابر سریعتر کشتی تولید کنه. البته اگر فقط وزن ناوگان رو مقایسه کنیم، آمریکا هنوز برتری داره. ناوگان آمریکا از نظر حجم و وزن کلی تقریباً 2 برابر چینه. اما جنگ دریایی مدرن فقط درباره تعداد کشتی‌ها نیست. یکی از مهمترین معیارها تعداد سلول‌های پرتاب عمودی موشک یا VLS است. این سلول‌ها به کشتی‌ها اجازه میدن تعداد زیادی موشک تهاجمی و دفاعی حمل کنند. در سال 2025 نیروی دریایی آمریکا با احتساب زیردریایی‌های خود حدود 9700 سلول پرتاب موشک در اختیار داشت. اما چین با سرعت زیادی در حال نزدیک شدنه. نیروی دریایی چین حدود 4500 سلول پرتاب داره و پیش بینی میشه این عدد تا سال 2035 تقریباً 2 برابر بشه. همین روند باعث نگرانی فرماندهان آمریکایی شده. به همین دلیل آمریکا تصمیم گرفت برنامه‌ای گسترده برای بازسازی ناوگان خود آغاز کنه. هدف اولیه رسیدن به حداقل 355 کشتی جنگی بود. اما مشکل اصلی فقط پول نبود. مشکل بزرگتر ظرفیت ساخت کشتی بود. بعد از پایان جنگ سرد، تعداد کارخانه‌ها کاهش پیدا کرده بود و نیروی متخصص کافی برای ساخت کشتی‌های پیشرفته وجود نداشت. ساخت یک ناوشکن مدرن ممکنه سالها طول بکشه و ساخت یک ناو هواپیمابر نزدیک به 1 دهه زمان نیاز داره. حتی اگر میلیاردها دلار هم هزینه بشه، نمیتوان یک مهندس، جوشکار یا متخصص زیردریایی رو در مدت کوتاه آموزش داد. همین موضوع باعث شد آمریکا به فکر تغییر روش جنگ دریایی آینده بیفته. در گذشته قدرت دریایی آمریکا بیشتر بر تعداد محدودی کشتی بسیار بزرگ مانند ناوهای هواپیمابر متکی بود. اما جنگ‌های آینده ممکنه متفاوت باشه. به همین دلیل نیروی دریایی آمریکا به سمت یک دکترین جدید حرکت کرد: عملیات دریایی توزیع شده. ایده اصلی اینه که به جای تکیه بر چند کشتی بزرگ، قدرت رزمی بین تعداد زیادی کشتی کوچکتر، زیردریایی‌ها و سامانه‌های بدون سرنشین تقسیم بشه. در این روش دشمن نمیتونه با یک حمله بزرگ کل ناوگان را از بین ببره.
قدرت دریایی در نقاط مختلف پخش میشه و همه واحدها مانند یک شبکه بزرگ با هم کار میکنن. برای اجرای این برنامه آمریکا به کشتی‌های جدید نیاز داره. یکی از مهمترین پروژه ها ناوشکن نسل آینده DDG-X هست. این ناوشکن قرار ستون اصلی ناوگان آینده آمریکا باشه. اما مشکل اینجاست که ساخت اون سالها زمان میبره. به همین دلیل نیروی دریایی آمریکا به دنبال گزینه‌های سریع‌تر هم هست. یکی از این گزینه‌ها کشتی‌های بدون سرنشینه. کشتی‌هایی که میتونن بدون خدمه هزاران کیلومتر حرکت و موشک حمل کنن. این شناورها هزینه بسیار کمتری نسبت به ناوشکن‌های بزرگ دارن و میتونن سریع‌تر ساخته بشن. یکی از نمونه‌های مهم کشتی سطحی بدون سرنشین بزرگ. این شناورها مانند یک انبار موشک شناور عمل میکنه و میتونه تعداد زیادی موشک رو در اختیار ناوگان قرار بده. پروژه مهم دیگه زیردریایی بدون سرنشین اورکا هست. این زیردریایی میتونه ماه‌ها زیرا باقی بمونه، اطلاعات جمع‌آوری کنه و مأموریت‌های خطرناک رو بدون به خطر انداختن جان خدمه انجام بده. اما ساخت کشتی‌های جدید تنها نیمی از مشکل. آمریکا باید زیرساخت تعمیر و نگهداری خودش رو هم بازسازی کنه. برخی از کارخانه‌های کشتی‌سازی این کشور بیش از 100 سال قدمت دارند و از این تجهیزات هنوز مربوط به دوران جنگ جهانی دوم هستند. به همین دلیل آمریکا یک برنامه 20 میلیارد دلاری برای نوسازی کارخانه‌های دریایی آغاز کرد. این پروژه شامل ساخت تأسیسات جدید، تعمیر اسکله‌ها و استفاده از فناوری‌های مدرن مانند مدل‌های دیجیتال سه‌بعدی برای مدیریت بهتر تعمیرات. با این حال بزرگترین چالش همچنان نیروی انسانیه. صنعت کشتی‌سازی آمریکا به هزاران متخصص جدید نیاز داره. افرادی که سالها آموزش ببینن تا بتونن در ساخت زیردریایی‌ها و ناوهای پیشرفته فعالیت کنن. در نهایت سوال اصلی باقی میمونه: آیا آمریکا میتونه به موقع ناوگان خودش رو بازسازی کنه؟ پاسخ ساده نیست. برنامه‌های بزرگی در حال اجرا هستن، اما ساخت یک قدرت دریایی جدید زمان میبره. پیش‌بینی‌ها نشان میده ناوگان آمریکا در سالهای آینده ابتدا ممکنه کوچکتر بشه و سپس دوباره رشد کنه. آمریکا هنوز قدرتمندترین نیروی دریایی جهان رو در اختیار داره، اما چین با سرعتی بی سابقه در حال نزدیک شدنه. نبرد آینده فقط درباره تعداد کشتی‌ها نیست، بلکه درباره فناوری، سرعت تولید، نیروی انسانی و توانایی سازگاری با جنگ‌های جدید خواهد بود. مسابقه بزرگ دریایی قرن 21 آغاز شده. آیا آمریکا میتونه برتری دریایی خودش رو حفظ کنه یا چین میتونه فاصله رو از بین ببره؟ نظر شما چی؟ در کامنت ها بنویسید. اگر از این تحلیل نظامی خوشتون اومد، حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا جدیدترین بررسی های نظامی جهان رو از دست ندید.